Rahim Production. الو فیصل جان، باز پول در کار شدن؟ همه کار رامان به خانه بیا. باز چیگه؟ با جنازه مادرت بیا، با جنازه مادرت. برای چی شما اینقدر به احوال میتابید؟ حال نداره، اشک از چشمان شما جاری میشود. با شما چی شد؟ زندگی تمام دراز هم فرزند پسر. آیا با پسر شما چی شد که امروز من شما را دیدم در اینجا با یک مرده نان قاقم و یک پیاله چای روز خود را گذراندید؟ براس این پسر من چیزی بود در نکردم. در این بود اومدم پسر من دست پیری خدا نگذاشت.
الو سلام پسر جان. ها پدر فصل زمستان فرا رسید. کمتر پرویی نمیکنی همه سرپوشی خانه را ساز کنی. او چه پول پدر آخه میدونید که من به نزدیکی نبیره تو را توی میکنم ها؟ پول ندارم مالش مسافر یک روز نمید. الو پسر جان. ها پدر الو پسر جان. مادرت کسا شد. ها دکترها میگن کمتر میوگی خوردنش در کار. سیب، انگور، انار. چی؟ او پدر جان میدونه که در این فصل زمستان میوه چقدر نرخ داره نه؟ من از کجا اینقدر پول میوگم؟ و تنها شما یک پسر دارید. خیلیش گم نه یک بار برای پدر و مادرش باز دیگرانش گیرم. من اینقدر امکانیت ندارم. نه ماش
پسر جان باز پول در کار شدن؟ همه کارت را من به خانه بیا باز چی گفت؟ با جنازه مادرت بیا با جنازه مادرت پدر جان من در زندگی صغیره کلاشیدم مهر پدر مهر مادر مهر زندگی محبت انسانی را دیدگی نیست و من میخواهم که در زندگی تمام ثروت تمام زندگی تمام بدبختی و خوشبختی زندگی را دیدم بجز مهر پدر و مادر من از شما احترامانه خواهش میکنم که شما مرا با فرزندی خود قبول کنید و شما پدری من شید چون که من محبت پدری را ندیدم میخوام که این محبت را از شما بینم و خواهش دلم محبت دلم ابدی شود و شما همیشه همراه من باشید در زندگی ما قدم بزنید البته بچه ها این خدمت شما رو با بجا این تنبیه رو میدانست من البته با فرزندی تو را قبول دارم پسر جان من میخواستم پسر من مانند تو شود لیکن افسوس که نشد